است. اسلام دین یکتا پرستی است. اسلام دین چندین پرستی نیست. دین ادیان مختلف پرستی نیست. دین هندی نیست. اسلام تنها مختص به رسول الله صلی الله علیه و سلم یا مختص به قرآن نیست. کسایی که میگویند دین عیسویت یا و غیر ادیان یا ادیان موسویت اینها قبل از اسلام آمده است و اسلام 1400 سال می شود که در روی زمین منتشر شده. آنها قبل تر است. نخیر، آنها در راه انحراف روان هستند. اسلام 1400 سال قبل نیامده است، بلکه اسلام از زمان حضرت آدم علیه السلام بوده است. وقتی که خداوند تبارک و تعالی چرا همه کائنات را خلق کرد؟ به خاطر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. و از او وقت هم دین اسلام آغاز شده. این ادیانی که آماده است، ادیان عیسویت و موسویت، اینها همگی ادیان سابقه، اینها کمتر از سابقه اسلام است. اسلام دین یکتا پرستی است، یگانه پرستی است. چنانچه که خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم و شان در سوره دوم سوره بقره آیه 255 می‌فرماید: الله لا اله الا هو الحی القیوم. خداوند تبارک و تعالی خداوند یکتاست، لا اله الا هو، هیچ معبودی به غیر از او نیست. خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم و شان در سوره 59 قرآن در آیه 22 سوره حشر می‌فرماید: هو الله الذی لا اله الا هو. خداوند خدایی است که لا اله الا هو، به غیر از او خداوند دیگه خدایی نیست. خداوند تبارک و تعالی در آیه بعد از این آیه می‌فرماید در آیه 23 سوره حشر سوره 59 قرآن: هو الله الذی لا اله الا هو. تکرار است، مکررن میگوید. خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم شان در سوره 112 قرآن سوره اخلاص از آیه اول الی آیه 4 تنها یگانگی خود را برای ما ثابت می‌سازد. قل هو الله احد. قل بگو ای پیامبر، هو الله احد، خداوند یکتاست. الله الصمد، خداوند بی نیاز است. اینها همه توصیفات خداوند است. اینها همه یگانگی خداوند جل جلاله را برای ما ثابت می‌سازد. اسلام دین شراب و قمار و بتپرستی نیست. خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره 5 قرآن سوره مائده آیه 90 می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت و ازلام و همه اینها پلیدی است از جانب شیطان. فاجتنبوه، پرهیز کنید از اینها، لعلکم تفلحون، اگر میخواهید که رستگار شوید. اسلام دین شراب و قمار نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کسی نبوده است که او از غیبیات خبر باشد و غیب را تنها الله میداند. چرا الله میداند؟ چون که خودش میفرماید در قرآن عظیم الشان در سوره 59 قرآن در سوره حشر آیه 22: این که هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده. خداوند عالم غیب است، غیبیات را الله تبارک و تعالی میداند. اینهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان نمودند
اینها وحی بودن که در دل او الهام میشد و خداوند تبارک و تعالی هم در دل او الهام میکرد. این هو الا وحی یوحا، اینها تنها وحی بود که در دل رسول الله صلی الله علیه و سلم الهام میشد. اسلام دین تفرقه نیست، دینی نیست که مسلمان ها را و هر کسی که به اسلام چنگ بزند را متفرق و جدا بسازد. چرا نیست؟ چون که خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره سوم قرآن در آیه 103 می فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا. همگی به حبل و ریسمانی که خداوند تبارک و تعالی مستحکم ساخته هست که اسلام باشد، قرآن باشد، همگی شما چنگ بزنید. همگی دانستیم که اسلام دین تفرقه نیست، دین شراب نیست، دین قمار نیست، دین بدبختی نیست، دین سعادت و نیکویی است. اسلام صلح است. اسلام در ذات خود ندارد عیبی. هر عیبی که هست در مسلمانی ماست، هر عیبی که باشد در مسلمانی ماست. چرا میگوییم اسلام؟ اسلام از کلمه سلم، سلامتی، امنیت، آسودگی، رفاه و آسایش گرفته شده است. اسلام به این معنا که خودت را با تمام وجود هم معنن هم ظاهرا به الله تبارک و تعالی تسلیم بسازی. اسلام، خود کلمه اسلام برای ما و شما میفهماند که من دین سلامتی هستم، دین رفاه هستم، من دین جبر و زور و کره نیستم. اسلام دین زور نیست، دین شمشیر نیست که به زور شمشیر گرفته شده باشد. بعد از حادثه 11 سپتامبر در امریکا، بعد از او 34,000 زن از خود امریکا به اسلام گرویدند، معتقد شدند به اسلام. بعد از 11 سپتامبر در اروپا 22,000 زن به طرف اسلام رو آمدند. چرا زن گفتم؟ به خاطر گفتم که حقوق زن هم در اسلام است. اگر حقوق زن در اسلام نباشد، چرا اروپا و امریکا زنهای اونها به اسلام معتقد بشوند و رو بیاورند؟ اسلام همه حقوق را، حقوق مرد و زن را بر ما و شما میفهماند. اسلام دین شمشیر نیست، دین کر و زور و جبر نیست. الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره دوم قرآن عظیم الشان در سوره بقره آیه 256 میفرماید لا اکراه فی الدین. در دین اسلام کر و زور و جبر نیست. دین اسلام دین شمشیر نیست. ای است اسلام، ای است امنیت. اسلام است که ما و شما را راحتی و آسایش معنوی و درونی میبخشد. به این اسلام میگویند